سلام، خسته نباشین دوستان عزیز. بخش سوم از تست آهنرباه. اون دسته از دوستانی که بخش اول و دوم تست های آهنرباه رو ندیدن، توصیه میکنم برن تو سایت، برن تو داخل کانال و اول دوم نگاه کنن. حالا چیزی که ما گفتیم که آقا مکمل یا اکتان بریزیم یا آهنرباه نصب کنیم. قبل از که اینو رو توصیه بکنم، بهتره که گذری به تست ها و آزمایش‌هایی که با آهنرباه رو ماشین انجام دادم بدم، بعد آخر دست یه نتیجه گیری کلی میکنم. آهنرباهی که ما تو جلسه سوم اومدیم آهنرباه رو مانیفولد هوا ماشین بستیم و یه نتیجه های خوبی گرفتیم ازش. حالا این نتیجه ها چی هم؟ این کار رو ما با ماشین جک جی فور مدل 1400 با 66,000 کیلومتر رانندگی تست گرفتیم. اولین نکتهش اینه که رو مصرف ماشین که شرکت گفته با صدی خود شرکت اعلام میکنه با بنزین سوپر اکتان 95% بیرون شهر صدی 6.1 مصرف میکنه. ما این کار آهنرباه رو همزمان هم روی مانیفول هوا و هم روی ریل سوخت که بستیم شد صدی بین 5 الی 5.5. از بعد یک تست دیگه هم که گرفتیم ازش با سرعت 140 کیلومتر، با 140 کیلومتر که رانندگی کردیم در حدود 10 دقیقه، مصرف ماشین میانگین بین 8 الی 10 بود، یعنی 8 الی 10 میسوزون. ولی قبل از آهنرباه مصرف ماشین با 140 هولوش 13 الی 15 بود، یعنی داخل سرعت‌های بالا هم خوب مصرف ماشین رو میاد پایین. و ضعف بنزینی که ما داریم تو شهرستان ها یا بنزینی که معمولی رو میپوشونه با این کار، یعنی هم بنزین و هم هوا رو دوتاشو حالا یه بار مثبت بهش میده که داخل موتور احتراق بهتری داشته باشن. به لحاظ شتاب 0 تا 100 شرکت سازنده گفته بود بین تقریبا 11.5 با بنزین سوپر و اکتان 95%. حالا دوستان یه سرچ هم بکنم میبینن داخل اینترنت هم دوستانی انجام دادن این تست و اونم با بنزین معمولی البته انجام دادن، بین تقریبا 14 تا 15 ثانیه 0 تا 100 شو در آوردن. و ما با این آهنرباه ها با بنزین معمولی 0 تا 100 شد 11 ثانیه. اگه بخوایم به طور کلی بخوام یه توضیح کلی بدم که چه اتفاقی برای ماشین میفته، شما میتونید هر سری که میرید پمپ بنزین اگر بودجه‌شو داشته باشین مکمل یا اکتان به ماشین اضافه بکنید، به بنزین ماشین اضافه کنید که ماشین رو سرپا نگه داره، مصرفش رو یکم بیاره پایین‌تر، ولی هزینه زیادی داره. ولی شما یه بار میان تقریبا حدودا 1 میلیونی هزینه میکنید آهنرباه، ولی آهنرباه‌های بور، نه آهنرباه‌های سرامیکی یا مشکی زغالی بخرین، چون آهنرباهی بود تقریبا 10 برابر آهنرباه‌های سرامیکی قدرت دارن. اونا بهترن، خیلی بهتر جواب میده. اونو رو ماشین ببندیم به نظر من خیلی بهتر است اینه که بخواین هر بار یه چیزی رو ماشین، یه مکمل که مکملا خدا رو شکر بین 100 الی 350 400 تو بازار هست بزنین رو ماشین. نظر کلی من آهنرباه بهتره. در کل بخوای حساب کنی به نظر شخصی خودم که آهنرباه خیلی بهتر از مکمل یا
اکتانه که به ماشین بزنید، چون با آهن‌ربا تقریبا 90 تا 95% از والف زدن ماشین و ناک ماشین کم میشه، تقریبا میتونم از بین میده دیگه. چیزی که خودم دوست دارم انجام بدم اینه که بیام رو ماشینای دیگه مثل استدی، HC، سمن، پژو، این ماشین هم یه تست ازشون بگیرم ببینم دقیقا مثل ماشین جک جی4 همچین اتفاقی براشون میفته، مصرف ماشین میاد پایین، شتاب ماشین میره بالا یا نه. نظر شخصی خودم اینه که احتمال 90% این اتفاق براشون میفته، چون با این کار ضعف بنزین ما میپوشونیم، چیز قطع خاصی رو ماشین اضافه نمی کنیم. دوست دارم اگر نظری، پیشنهاد چیزی در مورد آهنربا یا کاری که میخوام رو ماشین انجام بدیم تو کامنت ها برای من بنویسین تا بهتون انجام بدم.